خدا آفریدگار و حیات بخش، آیا او گپ میزند؟ آیا او غمخوار است؟ آیا او را شناخته می توانیم؟ آره، او گپ میزند، غمخوار است و پیامش میگوید که چطور او را شناسیم. 3500 سال پیش خدا به انسان نوشتن کلامش را فرمود. در طول 1500 سال او گپ میزد و 40 نفر آدمان گوناگون پیام او را ثبت کردند. نوشته های اولین تورات و انبیا بودند. این و دیگر سخنان خدا نوشته ها نامیده شدند. امروز آنها یک کتاب هستند. آن کتاب مقدس نام دارد. این کلام پاک آید خدا و مهر او به همه آدمان است. این داستان خداست. در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. زمین به شکل خالی و در فرای آب و تاریکی بود. و روح خدا روی آب در پرواز بود و خدا گفت روشنایی شود و روشنایی شد. او دید که روشنایی خوب است. و او روشنایی را از تاریکی جدا کرده آن را روز نامید و تاریکی را شب. و شام بود و صبح روز اول. پس خدا گفت فلک باشد تا آب پایان را از آب بالا جدا کند. و خدا فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح بود روز دوم. سپس او گفت آب زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی نمودار شود و چنین شد. و خدا خشکی را زمین و مجموع آبها را بحرها نامید. و خدا دید که این خوب است. و خدا گفت زمین نباتات و درختان میوه‌دار رویاند و چنین شد. و خدا دید که این خوب است. و شام بود و صبح بود روز سیوم. و خدا گفت نور پاشندگان در آسمان باشند برای علامتها، زمانها، روزها و سالها. و خدا 2 نور پاشنده بزرگ آفرید، آفتاب و ماه را. ستارگان نیز آفرید. و او آنها را در آسمان ماند تا بر زمین نور پاشند. و خدا دید که این خوب است. و شام بود و صبح بود روز 4. و خدا گفت آب از جانورها پر شود و پرندگان بر زمین پرواز کنند. و خدا نهنگها و هر گونه پرندگان را آفرید. و خدا دید که این خوب است. و آنها را برکت داده گفت بارور و افزون شوید. و شام بود و صبح بود روز 5. و خدا گفت زمین از جانوران پر شود. و خدا مخلوقات زمین، حیوانات وحشی و چارپایان و تمام خزندگان زمین را با وجود آورد. و خدا دید که این خوب است. و خدا گفت آدم را به صورت ما آفریم. و خدا آدم را از خاک زمین بسیریشت و به دماغ وی روح حیات دمید و آدم جانی زنده شد. و خدا انسان را به صورت خود آفرید، آنها را مرد و زن آفرید. خدا انسان را آدم نامید، دیرتر آدم زن را حوا نام داد. و خدا گفت مرد والدان را ترک کرده با زنی خود خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. آدم و زنش برهنه بودند و شرم نمی داشتند. و خدا هر آنچه را آفرید دید که خیلی خوب است. و شام بود و صبح بود روز 6. و خدا در روز 7 از همه کارهای خود که کرده بود آرام گرفت. او این روز را برکت داد و مقدس گرداند. و خدا باغ در عدن بنیاد کرد. و خداوند خدا هر گونه درخت خوشنمود و خوشخور را از زمین رویانید. در مابین باغ 2 درخت بود، درخت حیات و درخت دانش نیک و بد. و خدا آدم را در باغ عدن گذاشت تا آن را نگاه و بین کند. و خدا به آدم فرمود
از هر درختی که در باغ است خوردن گیر، غیر از درخت دانش نیک و بد. از میوه آن درخت نخور، روزی که از آن خوری حتما خواهی مرد. خدا مهرش را به آدم و حوا با دادن هر آنچه به آن نیاز داشتند نشان داد. او باز به آنها آزادی انتخاب را داد. خدا به اجداد ما امکان داد تا این امکانیت را عاقلانه استفاده برند. خدا خواست که آدم و حوا با احترام به امر یگانه او اطاعت کنند و میوه آن درخت را نخورند. دیگر همه چیز در اختیارشان بود. برای در آن باغ خوشحالانه زیستن، آدم و حوا می بایست به خرد خدا باور کرده به او اطاعت می کردند. می بایست برای حیات و آزادی شاد باشند. لیک اگر انتخاب بد است، آزادی انتخاب خوشبختی نمی آورد. پیش از آفریدن آدم خدا آزادی انتخاب را به فرشتگان داده بود. او از این فرشتگان خواهان عزت و احترام بود، چنان که این را از آدمی زاد می خواست. اکثر فرشتگان پیروی خدا را انتخاب کردند و تا امروز به آدمان یاری داده خواست او را اجرا می کنند. لیک بعضیشان انتخاب بد کردند. برای خود لوسیفر، فرشته زیباترین را راهبر انتخاب نمودند. غرور لوسیفر باعث شد که مقام بلندش را نزد خدا از دست داد. وی برای سرکشی از آسمان رانده شد، چون که به خدا ضدیت کرده در دل گفت: تخت خود را بالاتر از ستاره های خدا می گذارم. لوسیفر که باز چون شیطان معلوم است، خواهان پرستش است که تنها به خدا لایق است. شیطان آدمان را فریب می دهد و خود را چون فرشته نور ظاهر می سازد تا پرستش مردم را به دست آورد، اما فریب وی تنها درد و رنج می آورد. بنابراین خدا به لوسیفر گفت: تو به چاه دوزخ پرتافته خواهی شد. در باغ زیبای نو که منزل آدم و حوا بود، شیطان در شکل مار پیش حوا آمد. مار از همه حیوان‌هایی که خدا آفرید عیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن گفت: از میوه درختان باغ خورده می توانیم، بغیر از میوه درختی که در مابین باغ است. خدا گفت که اگر خورید می میرید. مار به زن گفت: نه، نمی میرید، بلکه خدا می داند که روزی از آن خورید چشمانتان باز شده، چون خدا نیک و بد را خواهد دانست. شیطان پدری دروغ نام دارد. وی کوشید که حوا را فریب دهد و آید خدا به او دروغ گفت. زن دید که آن درخت برای خوراک خوب و نظر رباست و درخت دلپذیری دانش افزاست. او از میوه آن گرفته خورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد و فوراً چشمانشان باز شد و روحشان مرد. آنها دیدند که لوچ هستند و خود را با برگ‌های انجیر پوشاندند و هنگام شنیدن آواز خدا که در سلقنی روز در باغ میگشت، آدم و حوا در میان درختان باغ پنهان شدند. چون برخلاف سخن خدا با خواست خود رفتار کردند، روحاً مردند و از دوستی خدا محروم شدند. و خدا به آدم گفت: کجایی تو؟ آدم جواب داد: چون آوازت را در باغ شنیدم ترسیدم، زیرا لوچ هستم و پنهان شدم. خدا گفت: کی به تو گفت که لوچ هستی؟ آیا از آن درختی که خوردنش را منع کردم خوردی؟ آدم گفت: زنی که به من دادی از آن میوه به من داد و من خوردم. و خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟
زن در جواب گفت مار مرا فریب داد و من خوردم. و خدا به مار گفت از بس که این کار را کردی از همه حیوان ها لعنتی باشی، تو بر شکمت راه خواهی رفت و یک عمر خاک خواهی خورد. بین تو و زن دشمنی می اندازم و نسل وی تو را سرکوب خواهد کرد. در همین جا اولین اشاره به آن است که روز خدا نجاتکار خواهد فرستاد تا شیطان را شکست دهد. خدا به زن گفت رنجت را بسیار می کنم، با درد فرزند خواهی زایید و شوهرت بر تو حکمران خواهد بود. و به آدم گفت چون به زنت گوش دادی و از آن میوه خوردی، زمین از باعث تو لعنتی شد. اکنون تمام عمر از زمین با رنج خوراک خواهی خورد. آن خار و خس برایت می رویاند، با عرق جبینت نان خواهی خورد تا دمی که به خاک برگردی، زیرا تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. لباس از برگهای انجیر لوچی آدم و حوا را نپوشاند. از این رو خدا برای آنها از پوست حیوان پوشاک ساخت. خدا برای این حیوان را کشت. اینک از باعث آدم گناه و مرگ به دنیا داخل شدند. خدا هنوز پیش از آفرینیش نقشه داشت که به اطاعتی آدمان را با مرگ بیگناه پوشاند. او می دانست که آدمان راهبری او را رد کرده خدای حیات خود شدن می خواهند. خدا این را گناه نامید. از روی مهر خدا خواست نجاتکار فرستد که برای بخشش گناه های آدمان خود را قربان کند. سپس خدا آدم و حوا را از باغ عدن راند و در باغ فرشتگان و شمشیر آتش باری چرخ زننده را گذاشت تا راه درخت حیات را نگهبانی کنند. از لحظه گناه آدم مرگ همه را فرا گرفت. اما در داستان خدا امید هست. هنگام حوا پسر زاید گفت مردی از خدا پیدا کردم و او را قابیل نامید. پس باز پسر زاید و او را حابیل نامید. و حابیل رمبان شد و قابیل زراعتکار. و در وقت معین قابیل از محصول زمین به خدا هدیه آورد، اما حابیل گوسفند آورد. خدا حابیل و هدیه او را قبول کرد، اما قابیل و هدیه‌اش را باشد نه. قابیل به خشم آمد و خدا از او پرسید چرا روح افتاده و خشمگین هستی؟ بعد خدا با او یادرس نمود که برای قربانی مرگ حیوان در کار بود. چنانه که برگهای انجیر آدم و حوا را نپوشاندند، محصول زمین نیز گناه را نمی پوشاند. حیوان را قربانی نکردن سرکشی قابیل را نشان داد. او خدا را نه آن طوری که خدا می‌خواست پرستش کرد. هدیه حابیل باوری به سخن خدا بود. هدیه قابیل چنین نبود. خدا در نوشته ها آشکار می کند که به ریختن خون بخشش گناه نیست. اما قابیل به اطاعتی را دوام داده به جای آنکه حیوان آورد برادرش را عیبدار کرد و روز در صحرا او به حابیل در افتاد و او را کشت. بعد خدا از قابیل پرسید برادرت کجاست؟ او گفت نمیدانم، مگر من پاسبانی حابیلم؟ خدا گفت چه کار کردی؟ خون حابیل از زمین سوی من فریاد میزند. اکنون تو در زمین لعنتی هستی و دست به خون برادرت آلوده. و قابیل از پیش خدا بیرون رفت. عصیان او باعث کشتار یکم و ویرانشوی عائله گردید. با مرور زمان نسل آدم در زمین بسیار شد. اما خدا دید که بدکرداری آدمان در زمین بسیار است و همه فکرهای او همیشه بد است. و خدا
غمگین شد. و خدا گفت آدم را که آفریدم از روی زمین نابود می سازم. اما نوح به خدا پسند افتاد. نوح راستکار و پاک دامن بود و پیش خدا راه می رفت. و خدا به نوح گفت انتهای انسان رسیده است. از بس که زمین از ستم آنها پر شده است، من آنها را نیست می کنم. برای خود کشتی بساز، آن را قیر بمال و حجره ها در آن بنا کن. درازی کشتی 150 متر، برش 25 متر و بلندیش 15 متر و یک در بساز. تو، زنت و پسرانت و زنهایشان به کشتی درآید و همچنین از همه حیوانات نر و ماده با خود گیرید. هر گونه حیوانات نزد تو می آیند، اما تو از حیوانات پاک 7 جفتی با خود بگیر. وقتی ساختن کشتی نوح به آدمان می گفت اگر به خدا اطاعت نکنید نابود می شوید. اما مردم باشد نوح را مسخره می کردند. لیکن نوح و عائله‌اش به خدا باور داشتند و در وقت مقرر شده به کشتی در آمدند. سپس خدا 40 شب و 40 روز به زمین باران بارانید. از زیر زمین آب فواره زد و آبها روی زمین را پوشاندند تا شنا کردن کشتی آب زیاد می شد. عاقبت آب تمام زمین، اینچنین تپه ها و حتی کوه ها را نیز پوشانید. همه آفریده ها مردند. پرنده ها، چارپایان و حیوانات و آدمان از طوفان هلاک شدند. آب زمین را به مدت 150 روز پوشاند. لیک خدا با آنهایی که در کشتی بودند غمخواری کرد و خدا شمال بر زمین وزانید و آب به فرو نشستن آغاز نمود. آب رفته رفته از روی زمین خشک شد. وقتی کشتی بر کوههای ارارات قرار گرفت و نباتات از نو رویید، خدا به نوح گفت بیرون آیید، شما و همه آفریده زنده با شما. و آنها بیرون آمدند. پس نوح برای خدا قربانگاه ساخته قربانی کرد. پس خدا نوح و پسرانش را برکت داده گفت بارور و افزون شوید و زمین را پر کنید. علاوه برستنی ها، حیوانات نیز برای خوردن به شما داده می شود. اما هر که آدم کشد باید کشته شود، زیرا آدم به صورت خدا آفریده شده است. بعد خدا گفت من عهد خود را با شما و با نسل شما برپا خواهم کرد. دیگر هیچگاه موجودات از طوفان هلاک نشوند. رنگین کمان را بر ابر میمانم تا علامت عهد من باشد. هرگاه بر زمین باران ریزد رنگین کمان را خواهید دید و من نیز آن را دیده عهدم را پاس خواهم داشت. نسل‌ها بعد از نوح، هنگامی که آدمان هنوز یک زبان داشتند، به همواری در شرق نزدیک کوچ کردند و گفتند بیایید شهر و برج سازیم و نامی پیدا کنیم تا بر زمین پراکنده نشویم. این قرار بی اطاعتی به خدا بود، زیرا او گفته بود که زمین را پر کنند. باز این برج باید پرستشگاه آفتاب، ماه و ستارگان می شد. انسان نه آفریدگار بلکه آفریده او را پرستید. و خدا به شهر و برجی که آدمان می ساختند نگریست و گفت آدمان چون یک قوم عمل می کنند و همه آنها را زبان یک است و اکنون هر کار برایشان دست نارست نخواهد بود. پس فرایم و زبانشان را آمیخته کنیم تا یکدیگر را نفهمند. و خدا زبانشان را آمیخته کرد تا ساختن شهر را بس کنند. از این رو آنجا را بابل نامیدند که معنایش بی سر و سامانی است، زیرا در آنجا خدا زبانها را زیاد کرد و آدمان را در روی زمین پراکنده کرد. اینک 400 سال پس از طوفان بزرگ،
خدا به ابرام نامردی که در شرق نزدیک میزیست ظاهر شده فرمود: کشوری خود را ترک کرده سوی زمینی که به تو نشان دهم روانه شو. از تو خلقی بزرگی به وجود آورم و تو را برکت دهم و در تو همه قبیله های روی زمین برکت خواهند یافت. و ابرام چنانه که خدا فرمود روانه شد و به زمین کنعان رسید. و خدا به او ظاهر گشته گفت: به نسل تو این زمین را می دهم. به آسمان نگر و اختران را بشمر اگر توانی. نسل تو همین قدر خواهد شد. اگرچه ابرام و سارای بی فرزند بودند، ابرام به خدا باور کرد و خدا او را راستگار شمرد. بعد ابرام گفت: از چه دانم که وارث این زمین خواهم بود؟ و خدا به ابرام گفت: چنین خواهد شد. نسل تو در زمینی بیگانه غریب خواهد بود و خلق بر آنها 400 سال ظلم خواهد کرد. اما من آن خلق را داوری می کنم و بعد اولاد تو با دارایی زیاد بیرون خواهند آمد و در نسل 4 به اینجا خواهند برگشت. اما سارای زن ابرام نازای بود و او پیر شده بود. و سارای به ابرام گفت: التجا دارم با کنیز مصری من هاجر بخواب و من فرزندان او را از آن خود خواهم دانست. ابرام با سارای راضی شد. او امیدش را کند که خدا از زن خودش به وی کودک می دهد. و هاجر به ابرام اسماعیل را زایید. پس از 13 سال هنگام ابرام 99 ساله بود، خدا باز به وی گفت: من خدای قادرم، پیش من راه رو. اکنون نام تو ابراهیم باشد، یعنی پدری خلقهای بسیار، و نام سارای سارا، یعنی شاه دختر. وی را برکت دهم و او پسردار شود و خلقها از وی به وجود آیند. ابراهیم از خدا خواهش کرد: کاش اسماعیل پیش تو زیست کند. خدا گفت: آید اسماعیل تو را شنیدم. او را برکت می دهم. اولاد او را زیاد کرده از او خلق بزرگی به وجود می آورم. خدا وعدهش را به ابراهیم اجرا کرد و اسماعیل پدری خلق عرب شد. سپس خدا گفت: اما با زنت سارا و اولادش عهدم را برقرار خواهم کرد که آن ابدی خواهد بود. بعد سارا پسری زایید و او را اسحاق نام دادند. وقتی اسحاق کلان شد، خدا ایمان ابراهیم را آزمود. خدا گفت: ای ابراهیم. و او جواب داد: لبی، حاضرم. خدا گفت: پسری یگانت را یعنی اسحاق را بگیر و به زمین موریا رفته او را به یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت قربانی کن. و چنانه که خدا گفت، ابراهیم بامدادان برخاسته با اسحاق به راه برآمد. در روز 3 ابراهیم چشم انداخته آن مکان را از دور دید و ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را به اسحاق داد تا برد. و آتش و کارد به دستش گرفت و هر دو به کوه روانه شدند. و اسحاق از پدرش پرسید: پدر، اینک آتش و هیزم، پس بره قربانی کجاست؟ ابراهیم گفت: خدا برای خود بره قربانی حاضر خواهد کرد. و هر دو رفتن گرفتند و به مکانی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند. و ابراهیم آنجا قربانگاه ساخت و هیزم را چید. سپس او اسحاق را بسته بالای هیزم گذاشت. و ابراهیم کارد را گرفت تا پسری خود را کشد. ولی فرشته خدا از آسمان به او گفت: ابراهیم، ابراهیم. ابراهیم گفت:
لبی. خدا گفت به اسحاق نرس، زیرا دانستم که مرا حرمت میکنی و پسرت را از من دریغ نداشتی. و ابراهیم سر برداشت دید که بره با شاخهایش در بوته اندرمان شده است و ابراهیم آن را گرفته به جای پسرش قربانی سوختنی کرد. در انجیل گفته شده است که ابراهیم باور میکرد که خدا اسحاق را از مردگان زنده کرده میتواند. سپس خدا به ابراهیم گفت تو را بسیار برکت دهم و نسل تو را چون اختران افزون کنم و همه خلقها در نسل تو برکت خواهند یافت، زیرا به من گوش دادی. پس ابراهیم خرسند شد چون فهمید که نجاتکاری در باغ عدن وعده شده از نسل او خواهد بود. همچنین سنجش ابراهیم تصویر می کند که چطور روز خدا پسر یگانه اش را برای آدمان قربانی می کند. پس از چند اسحاق زن گرفت و پدر یعقوب و عیسی گردید. دیرتر خدا نام یعقوب را اسرائیل گذاشت و وعده ها به اسرائیل گذاشتند. او 12 پسر داشت. یوسف را که یکی از آنها بود برادرانش به غلامی فروختند، اما عاقبت تحت پرستاری خدا و در نزد فرعون حاکم مصر شد. یوسف که مرد خدا ترس بود برادرانش را بخشید و هنگام گرسنگی سخت همه آنها را به مصر دعوت کرد. همین طور 70 کس از نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب یعنی اسرائیل به مصر کوچیدند و روز در آنجا چنانه که خدا به ابراهیم گفته بود غلام شدند. فرزندان اسرائیل بسیار افزون شده زمین مصر را پر کردند، اما فرعون نو که یوسف را نمی شناخت به تشویش افتاد. او به مصریان گفت خلق اسرائیل از ما بیشترند، بیاید ضد آنها تدبیر اندیشیم تا زیاد نشوند، وگرنه اگر جنگی سر زند آنها به دشمنان ما پیوسته ضد ما خواهند جنگید. همین طور مصریان یهودیان را غلام کردند. سرکاران خلق اسرائیل را به کارهای سخت به تنگ آوردند، اما هر قدر بیشتر عذاب می دادند عدد آنها زیادتر می شد. فرعون به دایه های عبری فرمود چون زنان عبری را می زایانید دختران آنها را زنده گذارید، اما هر پسر را بکشید. زن پسر نوزادش را 3 ماه پنهان کرد، ولی بعد نتوانست پنهان کند و کودکش را به سبد قرمال گذاشته در قمیشزار لب دریا ماند. وقتی دختری فرعون به لب دریا آمد، سبد را دیده به درون آن نگریست. کودکی در آن گریه می کرد و دلش به او سوخته گفت این از بچه های عبریان است. و کودک را گرفته موسی یعنی از آب گرفته شده نامید و کلان کرد. همین طور موسی میراثخوری پادشاهی مصر با تمام ثروت‌هایش گردید. وقتی موسی به وایه رسید پیش عبریان که همه غلام بودند رفت و ناگهان دید که مصری عبری غلام را میزند و چون فکر کرد که کسی نمی بیند آن مصری را کشته زیر ریگ پنهان کرد. اما فرعون با خبر شده از پی کشتن موسی شد، بنابراین او گریخته به زمین میدیان رفت. بعد از 40 سال آن فرعون مرد. عبریان از کار سخت فغان کشیدند و خدا فریادشان را شنید و عهدش را که با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بسته بود به یاد آورد. موسی چوپان شد. روز او رمه‌اش را میچراند و فرشته خدا در علنگه آتش از بین خاربوته به وی ظاهر شد. خاربوته در آتش بود اما نمی سوخت. موسی گفت نزدیک رفته این منظره را بینم که چرا خاربوته نمی سوزد. چون نزدیک می شد خدا از بین خاربوته گفت موسی موسی. موسی جواب داد لبی. خدا گفت نزدیک نای، کفشهایت را کش، زیرا این جای مقدس است. من خدای پدرت هستم، خدای ابراهیم،
خدای اسحاق و خدای یعقوب. موسی رویش را پوشید، زیرا ترسید به خدا نگرد. و خدا گفت: خواری قومم را در مصر دیدم و فغان آنها را شنیدم، درد آنها را میدانم و فرود آمدم تا آنها را از دست مصریان رها کرده به زمینی که شیر و عسل جاری است برارم. و الحال تو را نزد فرعون میفرستم تا قومم بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. و موسی به خدا گفت: من کیستم که به نزد فرعون رفته بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ چون نزد بنی اسرائیل آمده گویم خدا مرا نزد شما فرستاد، آنها چی خواهند گفت؟ اسم او چیست؟ با آنها چی گویم؟ خدا گفت: من واجب الوجود هستم، با آنها بگوی واجب الوجود مرا نزد شما فرستاد. و موسی گفت: ای خداوند، من سخندان نیستم، من تو لفظ قو هستم، لطفاً دیگر کس را فرست. و خدا گفت: کیست که زبان به آدم داد؟ آیا نه من؟ برو، برادرت هارون سخنگوی خوب است، به واسطه او گپ زن. من به تو خواهم گفت که چی گویی و کنی. چون به مصر روی پیش فرعون معجزه خواهی کرد، ولی من دل ورا سخت خواهم کرد تا که قوم را روانه نکند. و به فرعون بگو خدا چنین میگوید: نخست زاده من اسرائیل را روان کن و مرا پرستش کند، وگرنه من نخست زاده تو را میکشم. اینک موسی و هارون آمده به فرعون گفتند: خدای اسرائیل چنین میگوید: قوم مرا روانه کن. لیک فرعون گفت: خدا کیست که به آوازش گوش داده اسرائیل را روانه کنم؟ خدا را نمی شناسم. موسی گفت: خدایا، چرا مرا فرستادی؟ من نزد فرعون از اسم تو سخن راندم، لیکن تو قومم را رها نکردی. خدا گفت: من خداوند هستم و به ابراهیم، اسحاق و یعقوب با اسم خدای قادر ظاهر شدم. سپس خدا به موسی فهماند که در مصر او خود را چون نجاتکار ظاهر خواهد کرد و به مصریان نیز نشان خواهد داد که نه آفریده بلکه آفریدگار را پرستش باید کرد. و خدا به موسی و هارون گفت: نزد فرعون روید و عصای خود را بر آبهای مصر دراز کنید. موسی و هارون آنچنان که خداوند فرمود کردند و تمام آب نهر به خون تبدیل یافت و ماهیانی که در نهر بودند مردند و نهر بدبوی شد و مصریان نتوانستند آب نوشند. و خدا به موسی گفت: نزد فرعون رفته بگو خدا میگوید که قوم مرا روانه کن تا مرا پرستش کنند، وگرنه تمام مصر را با غوک‌ها ضربه میزنم. لیک فرعون راضی نشد و غوک‌ها زمین مصر را پوشاندند. آنها به خانه ها، حجره های خواب، تنورها و لگنهای خمیر مصریان در آمدند. فرعون موسی را خوانده گفت: سوی خدا دعا کن تا غوک‌ها را دور سازد و من قوم را روانه می کنم. موسی چنین کرد، ولی چون احوال سبک شد فرعون دلش را سخت کرد چنان که خدا گفت. و خدا به سر مصریان بلاها می آورد. هر بار فرعون وعده می داد که خلق را روانه می کند، لیکن چون بلا می گذشت از گپش می گشت. و خدا چنگ را به پشه خاکی مبدل کرد و آنها آدمان و چارپایان را به تنگ می آوردند. و افسونگران مصر به فرعون گفتند: این کاری خداست. بعد خدا مگس ها را بر فرعون و آدمانش فرستاد. باز وبای سخت فرستاد که همه چاروای مصر را نابود کرد به جز چاروای بنی اسرائیل. سپس موسی خاکستر را به آسمان پرتافت و ورم دنبالدار پیدا شده بر آدمان و چارپایان پهن شد. بعد خدا همه را آگاه کرد که به مصر ژاله سخت می باراند. هر که از کلام خدا ترسید
نوکران و چاروایشان را در خانه ها جای داد. ولی هر کی به گپ خدا پروا نکرد، خدمتگاران و چاروایش را در صحرا ماند. و ژاله سخت با برق بود و در تمام زمین مصر هر آنچه را که در صحرا بود از آدمان تا چارپایان زد. فقط در زمین جوشن که آنجا بنی اسرائیل بودند ژاله نبود. سپس خدا بر مصر ملخ‌ها را آورد. آنها نباتات و میوه‌های را که از ژاله باقی مانده بود خوردند و هیچ سبزه بر درختان و بر نباتات باقی نماند. بعد خدا مدتی 3 روز به مصر تاریکی آورد که آن را حتی لمس کردن میشد. خلق چیزی را نمیدید و از خانه بیرون نمی رفت. لیک خانه های یهودیان روشنایی داشتند. فرعون هنوز راضی نبود خلق را روانه کند و به موسی گفت: از پیش من رو، روزی که باز روی مرا بینی خواهی مرد. موسی جواب داد: درست گفتی، روی تو را دیگر نخواهم دید. سپس خدا به موسی گفت: باز یک ضربه بر فرعون و بر مصر خواهم آورد. بعد از آن وی تمام خلق مرا از مصر روانه خواهد کرد. از این بلا هر نخست‌زاده در مصر می میرد، از نخست‌زاده فرعون که بر تخت است تا نخست‌زاده کنیزی که نزد آسیا است. و ناله عظیم در تمام زمین مصر خواهد بود که مثلش نشده است و دیگر نخواهد شد. باز خدا به واسطه موسی به اسرائیل گفت: برای هر خانواده بره گیرید. بره باید نرینه 1 ساله و بی عیب باشد. همه یهودیان بعد 4 روز بیگاهی آن را کشند و بنچه از زوفا گرفته در خون بره غوتانند و به بالادری و 2 پهلودری مالند و کسی از دری خانه خود تا صبح بیرون نرود. گوشت بره آن شب خورده شود، اما استخوان آن را نشکنید. آن را با فطیر خورید، چون که این پیسه خداوند است. و من آن شب از زمین مصر گذشته هر نخست‌زاده را از آدم تا 4 پا می کشم و بر همه خدایان مصر داوری خواهم کرد. من خداوند هستم. و این خون علامت است بر خانه های شما و من خون را دیده از بالایتان خواهم گذشت و چون مصر را ضربه زنم آن آفت به شما نخواهد رسید. پس از این شما باید هر سال روزی خوردن فطیر را پیسه خداوند نامیده چون یادگاری جشن گیرید. و فرزندان اسرائیل رفته چنان که خداوند گفت به عمل آوردند. پس نصف شب این رخ داد. خداوند همه نخست‌زادگان زمین مصر را از نخست‌زاده فرعون تا نخست‌زاده اسیر و هر نخست‌زاده 4 پایان را ضربه زد. و فرعون و همه مصریان برخاستند و فریادی عظیم در مصر شد، زیرا خانه نبود که مرده در آن نباشد. اما خانواده هایی که به درها خون مالیدند ضرر ندیدند. و فرعون موسی و هارون را شبانه دعوت کرده گفت: خیزید و از میان قوم من بیرون رفته خداوند را عبادت کنید چنان که گفتید. و مصریان بر یهودیان فشار می آوردند تا آنها را زودتر از مصر برانند و می گفتند: اگر شما نروید همه من می میریم. مصریان حتی زر و زیور خود را می دادند تا که آنها روند. و بنی اسرائیل زیاده از 1,000,000 کس با گوسفندان و گاوان خود رفتند. چنانه که خدا به ابراهیم گفته بود نسل او غلام شدند و در نسل 4 از مصر با ثروت بزرگ برآمده رفتند. این خلق کلان که خدا آن را نخست‌زاده نامید، مصر را ترک کرده در بیابان خیمه زد.
و خدا به موسی گفت فرعون فکر می کند که بنی اسرائیل در بیابان بندوبست شدند. من دل فرعون را سخت می کنم تا شما را تعقیب کند و جلالم را ظاهر می سازم تا مصریان دانند که من خدایم. و چنانه که خدا گفته بود دل فرعون و نوکرانش نسبت به یهودیان دیگر شد و گفتند چرا غلامان را آزاد کردیم؟ و فرعون 600 عرابه بهترین و همه عرابه های مصر را گرفته با لشکر خود بنی اسرائیل را تعقیب نمود، در حالی که آنها نزد بحر قلزم اردو زده بودند. چون یهودیان دیدند که مصریان می آیند ترسیدند و سوی خدا ناله کردند. بعد موسی به خلق گفت نترسید، ایستید و نجات خدا را که او به شما نشان می دهد بینید، زیرا مصریان را دیگر نخواهید دید. خدا برای شما جنگ خواهد کرد. بعد خدا به موسی گفت عصای خود را بلند بردار و بر بحر دراز کرده آن را از هم جدا کن تا بنی اسرائیل اندرون بحر بر خشکی بگذرند. و موسی دست بر بحر دراز کرد و خدا بحر را با باد سخت به حرکت آورد و آبها از هم جدا شد و بنی اسرائیل درون بحر بر خشکی روانه شدند و آبها از راست و چپ چون دیوار بود. و مصریان با همه اسپان با عرابه ها و سواران از قفای یهودیان به بحر در آمدند. اما خدا مصریان را به اضطراب آورد و چرخهای عرابه هاشان را برآورد به طوری که اسبها آنها را کشیدن نمی توانستند. مصریان گفتند بگریزیم زیرا خدا برای آنها می جنگد. و خدا به موسی گفت دست خود را بر بحر دراز کن. موسی دستش را بر بحر دراز کرد و آبها به جای خود برگشتند. مصریان کوشیدند از آب خلاص شوند، اما خدا در بین بحر آنها را مغلوب کرد. آب تمام لشکری فرعون را پوشاند، همه آنها هلاک شدند. اما فرزندان اسرائیل اندرون بحر بر خشکی روانه شدند. چون اسرائیلیان این معجزه بزرگ خدا را ضد مصریان دیدند، از خدا ترسیده به او و به خدمتگارش موسی باور کردند. اما چون خلق از مصر آزاد شدند به موسی شکایت کردند ما را به این بیابان آوردید تا از گرسنگی کشید، ما آب و خوراک نداریم. خدا در جواب شکایت آنها با مهر بزرگ آب داد و نیز گفت برای شما نان از آسمان می بارانم، هر صبح بیرون آمده آن را جمع کنید. یهودیان آن نان را من نامیدند. بعد آنها در بیابان سینا اردو زدند. ناگاه رعد و برق شده ابر غفص کوه را فرا گرفت و صدای بلندی کرنی به گوش رسید و قوم را لرزه گرفت. سپس خدا در آتش بر کوه فرود آمد و تمام کوه لرزید و خدا موسی را به قله کوه دعوت نمود و به او گفت من خداوند خدای تو هستم که تو را از مصر از غلامی بیرون آوردم. و خدا 10 احکام را در لوح سنگین نوشته به موسی داد. تو را خدای جز من نباشد، صنم نساز و آنها را عبادت نکن، اسم خداوند خود را بیهوده به زبان نگیر، روز شنبه را در یاد دار و پاک نگاه دار، پدر و مادرت را عزت کن، آدم کشی نکن، زناکاری نکن، دزدی نکن، در حق یارت دروغ نگوی، خانه، زن، غلام، کنیز یا یگان مال یارت را طمع نکن. خدا با این احکام معیار کامل پاکی را داد و نیز به موسی گفت که اگر خلق احکام را شکنند چی باید کنند. بعد خدا گفت قربانگاه برای من بساز و قربانی ها تقدیم نما و تو را برکت خواهم داد. خون گناه تو را می پوشاند و من تو را می بخشم. عاقبت بعد 40 سال آواره‌گردی یهودیان به زمین وعده شده به کنعان داخل شدند. اما ساکنان کنعان یهوه را چون خدا نپذیرفتند
و با یهودیان جنگیدند. لیکن خدا یهودیان را حفظ نمود و آنها در زمینی به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده شده ساکن گردیدند و خدا برای راهبری بر پرستش و قربانی کاهنان را تعیین کرد. هر سال یک مرتبه سرکاهنی تعیین شده پس پرده مقدسگاه داخل می شد. آنجا او تمام خلق را نزد خدا نمایندگی می کرد. خدا به واسطه انبیا به خلق حرف می زد. پس از سالهای زیاد یهودیان داوود را شاه کردند. خدا او را مردی موافق طبع دل خود می خواند. وقتی یهودیان گناه می کردند، خدا با زبان انبیا آگاه کرده می گفت که اگر گناه کردن را دوام دهند، خلقهای اطراف را بر ضد آنها می فرستد. با وجود آگاهی، یهودیان به خدا اطاعت نکرده، قانونهایش را رد می نمودند، پیغمبرانش را می کشتند. عاقبت بعد 800 سال بی اطاعتی، یهودیان از زمین خود به زمین اشور و بابیل به اسیری برده شدند. لیکن خدا به واسطه انبیا با آنها در اسیری هم گپ می زد. بعضی انبیا به توبه دعوت می کردند، بعضی عاید نجاتکار آدمان پرگناه پیشگویی می کردند. میکای نبی زادگاه او را پیشگویی نموده طبیعت ابدی او را تصویر کرده است. از بیت لحم حکیم بر اسرائیل می براید و برآمد او از قدیم از ازل است. خدا حتی از نسل شاه داوود بودن نجاتکار را آشکار نمود. ملاکی نبی گفت که خدا کسی می فرستد که آمدن نجاتکار را به مردم اعلان نموده به قبول او تیار می کند. زکریا گفته است: ای دختری سیان، پادشاه تو نزد تو می آید که عادل و صاحب نجات و حلیم است و بر خر سوار است. شاه داوود گفته است که دوست نزدیک نجاتکار که همراهش نان می خورد با او خیانت می کند. زکریای نبی حتی نوشته است که بهای خیانت 30 سقل نقره خواهد بود. با واسطه اشعیا خدا گفت که نجاتکاری می آمده رنج خواهد کشید و بر او توف خواهند کرد. داوود مرگش را تصویر کرده گفت که دست و پایهایش را سوراخ می کنند، لیکن استخوانهایش نمی شکنند. و او خواهد گفت: خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ و اطرافیان او را مسخره کرده خواهند گفت: او باور داشت که خدا وی را خلاص می کند. داوود باز نوشته است: استخوانهای او از هم جدا می شوند و در تشنگی به او سرکا می دهند. لباس او را تقسیم می کنند و برای پیراهنش قرعه می پرتایند. اشعیا می گوید که بسیار کسان از دیدن سیمای معیب شده او حیران می شوند. در پیشگویی ها تصویر شده است که نسل داوود ساکنان اورشلیم به نجاتکار که نیزه‌اش زدند نگاه خواهند کرد. این پیشگویی ها چندین عصر پیش از آمدن نجاتکار نوشته شدند. بعد از 70 سال اسارت در بابیل، خدا گذاشت که قومش به زمین اسرائیل برگردد. تنها گروه برگشت، اما آنها نیز چون دیگر یهودیان تابع خلقهای دیگر بودند. 500 سال دیرتر، هنگام حکمرانی روم، 2 یهودی جوان از نسل داوود، یوسف و مریم، خواستند ازدواج کنند. اما پیش از عایله‌دار شدن، مریم از قوت روح پاک خدا حامله شد. بعد فرشته خدا در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: یوسف، از گرفتن زن خود مریم نترس، زیرا کودکی که در اوست از روح القدس است. این کودک پسر خداست و چون زاده شود او را عیسی نام گذار، زیرا او قوم خود را از گناه نجات خواهد داد. و همه این موافق پیشگویی روی داد. باکره پسر خواهد زاید و او را ایمانوئیل خواهند نامید که معنایش این است: خدا با ماست. یوسف و مریم برای سرشماری به شهر بیت لحم آمدند و مریم پسر زاید که نامش را عیسی ماندند. موافق پیشگویی، عیسی در شهر بیت لحم از نسل داوود زاییده شد. در آن سرزمین همان شب چوپانان رمبانی می کردند.
فرشته به آنها ظاهر شد و جلال خدا درخشید. آنها این را دیده ترسیدند. فرشته گفت نترسید، زیرا برای همه آدمان مژده می رسانم. امروز نجاتکار زاییده شد که مسیح خداست. و کودک کلان شده روحش قوی می گشت و فیض خدا بر او بود. عیسی کلان شده پیش خدا و خلق اعتبار پیدا می کرد. وقتی عیسی 30 ساله بود، یحیای تعمید دهنده نام مرد در بیابان وعظ می گفت توبه کرده خود را برای خداوند آماده کنید. یحیی موافق پیشگویی ها آمدن نجاتکار را اعلان می کرد. عیسی به نهر اردن آمد تا او را تعمید دهند و چون یحیی او را دید گفت اینک بره خدا که گناه جهان را می بردارد. و عیسی غوطه یافته از آب برآمد و اینک آسمان گشاده شد و روح خدا را دید که چون کبوتر آمده بر او نشست. و آواز از آسمان گفت این است پسر من که پسند من است. بعد عیسی 40 روز در بیابان بود و شیطان که حوا را در باغ عدن به وسوسه انداخته بود او را آزمود، لیکن عیسی گناه نکرد. در آخر شیطان به عیسی از کوه بلند تمام کشورهای دنیا و جلالشان را نشان داد و گفت اگر به من سجده کنی همه این را به تو می دهم. عیسی جواب داد دور شو ابلیس، زیرا نوشته شده است به خدای خود سجده کن و تنها او را عبادت نما. هنگام عیسی پسر خدا همچون آدم در زمین میزیست، مثل ما آزموده شد لیکن گناه نکرد. آدم گناه کرد ولی عیسی پیروز شد. این نشان داد که عیسی نجاتکار آدمان، بره فرستاده خدا می باشد. عیسی با راه‌های زیاد و با معجزه ها نشان داد که نجاتکار وعده شده است. در بزم عروسی او آب را به می تبدیل داد. او کسی را که 38 سال شل بود شفا داد. مخوی عیسی را دیده پیش او فرو غلطید و گفت اگر خواهی می توانی مرا پاک کنی. سپس عیسی دست دراز کرده او را لمس کرد و گفت پاک شو و او یک باره شفا یافت. عیسی به کوری مادرزاد بینایی بخشید. زنی که 12 سال بیمار بود و طبیبان او را شفا دادن نتوانستند، از پس آمده به دامن او دست رساند و شفا یافت. عیسی به وی گفت دخترم آسوده باش، ایمانت تو را شفا بخشید. بیماران را نزدش می آوردند و او به همه‌شان شفا می داد. عیسی به 12 مرد گفت که از پی او روند. با آنها قدرت داد که روح‌های بد را مغلوب کنند و فرستاد تا پادشاهی خدا را موعظه کرده هر بیمار را شفا دهند. آوازه او به همه جا پهن شده مردم جمع می آمدند تا تعلیمات او را شنوند و از بیماری‌هایشان شفا یابند. هنگام 5000 کس به خوراک محتاج بودند. عیسی بر نان و ماهی پسر دعا کرد. خوراک معجزه‌وار زیاد شد و بعد از خوردن مردم 12 سبد باقی ماند. لیکن خلق باز می‌خواست تا عیسی اثبات کند که از خداست. آنها می‌گفتند پدران ما در بیابان من خوردند، چنانه که نوشته شده است خدا از آسمان با آنها نان داد. عیسی گفت نان خدا کسی است که از آسمان آمده به جهان حیات بخشد. آنگاه گفتند همیشه این نان را به ما بده. عیسی جواب داد من نان حیات هستم. هر کی به من ایمان آورد گرسنه و تشنه نمی ماند. عیسی پیشگویی کرد که باید عذاب کشد و از طرف پیران، سرکاهنان رد و کشته شود و روز سیوم احیا شود.
اکثر راهبران دینی و سیاسی تعلیم او را رد کردند. شب نیقودیموس نام فریسی برای دریافت راستی نزد عیسی آمد. عیسی گفت: گر از نو زاده نشوی پادشاهی خدا را نخواهی دانست. نیقودیموس گفت: شخصی پیر چگونه میتواند زاده شود؟ آیا از نو به بطن مادر درآید؟ عیسی جواب داد: آنچه از جسم زاده شود جسم است و آنچه از روح زاده شود روح است. حیران نشو، باید از عالم بالا زاده شوی. نیقودیموس گفت: چطور این ممکن است؟ عیسی او را سرزنش کرد که به دیگران عاید دین پند می دهد، اما خودش حقیقت‌های روحانی را نمی فهمد. سپس عیسی زاده شوی روحانی را به او فهماند. خدا جهان را چنان دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او باور کند حیات ابدی یابد. خدا پسر خود را نه برای داوری بلکه برای نجات فرستاد. نور به جهان آمد، ولی مردم تاریکی را از روشنایی بیشتر دوست داشتند، چون که اعمال آنها بد است. هر کی به پسر خدا ایمان آورد حیات جاودانی می یابد و هر کی ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید و غضب خدا بر او خواهد بود. عاقبت نیقودیموس فهمید و باور کرد. عیسی به زن اجنبی گفت: هر که از آبی که من به وی می دهم نوشد هیچگاه تشنه نمی ماند، بلکه آن آب در وی چشمه آب گردد تا ابد. زن گفت: من می دانم که مسیح می آید، چون او آید از همه چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی به وی گفت: من که با تو سخن می گویم همانم. دیرتر عیسی به مردم گفت: کسی از پی من آید باید خود را رد کرده مرا پیروی کند. زیرا چی فایده دارد اگر کس دنیا را به دست آورد و به جانش زیان رساند؟ از طمعجویی احتیاط باشید، زیرا حیات آدم به فراوانی دارایی وی وابسته نیست. هر جا گنج شماست دل شما نیز آنجا خواهد بود. و سرکاهنان و فریسیان گفتند: پس چی کنیم؟ عیسی معجزات زیادی می کند. اگر او را چنین واگذاریم همه به او ایمان می آورند و رومیان قوم ما را می گیرند. همزمان عیسی با قدرت تعلیم می داد. روز عیسی به معبد آمده آنهایی را که سودا می کردند راند و گفت: نوشته شده است که خانه من خانه عبادت است، لیک شما آن را دوستخانه کرده اید. خواستی پدری من این است که هر کی به پسر باور کند حیات جاودانه داشته باشد و من در روز آخر وی را احیا خواهم کرد. لیکن بعضی از شما ایمان ندارند. عیسی می دانست که کیها ایمان ندارند و کی او را تسلیم می کند. همین طور عاید او بین خلق اختلاف افتاد. بسیاری از سرداران با او ایمان آوردند، اما از ترس فریسیان ایمان خود را اعتراف نکردند و ترسیدند که مبادا از کنیشت رانده شوند. زیرا خواستند به خلق پسند افتند، نه به خدا. اکثر راهبران دین در پی کشتن او بودند، زیرا از او می ترسیدند، چون که مردم به تعلیم او میل زیاد داشتند. عیسی می گفت: من نور جهان هستم. هر کی مرا پیروی کند در تاریکی راه نپیماید، بلکه نور حیات را یابد. و به باورداران خود گفت: اگر در کلام من مانید حقیقتاً شاگردان من خواهید بود. شما راستی را خواهید شناخت و همین راستی شما را آزاد خواهد کرد. اگر پسر آزاد کند به راستی آزاد هستید. من در هستم، هر که از من داخل شود نجات می یابد. من چوپان نیکم که جانم را بهر گوسفندان می دهم. گوسفندانم به من اطاعت می کنند و من آنها را می شناسم و آنها مرا پیروی می کنند. و من به آنها حیات جاودانی می بخشم و آنها تا ابد نابود نخواهند شد.
بعد 3 سال خدمت عیسی به شاگردانش فرمود که خری جوانی سوار نشده را آورند. عیسی بر آن نشسته به اورشلیم روانه شد و توده آدمان برای کارهای بزرگی که دیدند خدا را حمد می گفتند. مبارک است پادشاهی که از نام خداوند می آید. صلح در آسمان و جلال در عرش اعلی باد. و چون عیسی به شهر نزدیک آمد بر حالش گریست، چون که مردم هنوز او را چون نجاتکاری وعده شده نمی شناختند. سپس شیطان به دل یهودا که یکی از شاگردان بود درآمد. وی با سرکاهنان مصلحت کرد که چطور عیسی را تسلیم می کند. آنها شاد گشتند و به وی 30 تنگه نقره دادنی شدند تا که عیسی را در وقت قلای دور از چشم مردم با آنها تسلیم کند. عیسی دانست که ساعت مردنش رسیده است و شاگردانش را برای جشن پسح جمع کرد. هنگام خوراک عیسی نان را برکت داده پاره کرد و گفت: گیرید، خورید، این بدن من است که برای شما شکسته می شود. این را به یاد من به جا آورید. او کاسه را گرفته شکر گفت و به آنها داد و همه نوشیدند. و به آنها گفت: این است خون من از عهد نو که بهر گناه های بسیار کسان ریخته می شود. لیکن به شما می گویم من دیگر از شیره انگور ننوشم تا روزی که با شما در ملکوت خدا می تازه نوشم. و گفت: دلتان غمگین نشود. به خدا ایمان آورید و به من نیز. در خانه پدرم حجره ها بسیار است. می روم تا بهرتان جای تیار کنم. چون تیار کردم آمده شما را می برم تا در آن جایی که من هستم شما نیز باشید. راه به آن جایی که من می روم به شما معلوم است. توما گفت: جای رفتنت را نمی دانیم، پس چگونه راه را دانیم؟ عیسی گفت: من راه، راستی و حیات هستم. تنها به وسیله من نزد پدر می توان رفت. آن بیگاه عیسی شاگردان را از روزهای مشکل آگاه کرده گفت: اگر جهان شما را بد بیند، دانید که آن اول مرا بد دید. هر کی مرا بد بیند، خدا را نیز بد می بیند. بعد از خوراک شام عیسی برای دعا به باغ گتسمانی رفت. شاگردان با او به آن جای خلوت رفتند. چون دعا کرد، سرکاهنان و پیران با چوب و شمشیر به جستجوی عیسی آمدند. یهودا که پیشتر با او خوراک می‌خورد، راهنمایشان بود. او نزد عیسی آمده او را بوسه خائنانه کرد. چون عیسی من هستم گفته خود را شناسانید، توده آدمان عقب رفته به زمین افتادند. سپس عیسی گذاشت که او را بندند و به خانه سرکاهن برند. خادمان معبد او را مسخره کرده بر رویش توف می‌کردند. و روی او را پوشیده ترسکی می‌زدند و از او می‌پرسیدند: کنی بگو که تو را زد؟ بامدادان یهودیان او را نزد حاکم رومی پیلاتوس بردند و او را عیبدار کرده گفتند: این شخص قوم یهودی ما را ویران می‌کند. اما بعد پرسپاس عیسی پیلاتوس به سرکاهنان گفت: در این آدم عیبی لایق قتل نیافتم. او را جزا داده آزاد می کنم. اما آنها با صدای بلند گفتند: او را در صلیب مخکوب کن، مخکوب کن. و پیلاتوس بهر قانع گرداندن خلق عیسی را قمچین کاری کرده فرمود که به صلیب کشند. سربازان رومی تاج از خار بافته به سرش نهادند و لباس ارغوانی به او پوشانده می گفتند: زنده باد پادشاهی یهودیان. و با مشتها می زدند. نهایت عیسی صلیب خود را برداشته به آن جایی که جای کاسه‌خانه سر و به عبرانی جلجاتا نام داشت روانه شد. در همان جایی که خدا به ابراهیم فرموده بود تا پسر یگانه‌اش اسحاق را قربانی کند، پسر یگانه خدا را مخکوب کردند. عیسی در صلیب گفت: پدر،
آنها را ببخش، چون که نمیدانند چی میکنند. وقتی که او را در بین دو راهزن میخکوب کردند، سربازان برای لباس او قرعه پرداختند تا که پیشگویی پیغمبر داوود اجرا شود. خلق 3 ساعت تماشا کرد. سرداران مسخره میکردند: دیگران را نجات میداد، اگر مسیح خدا باشد خود را نجات دهد. سپس زمین را 3 ساعت تاریکی فرا گرفت تا پیشگویی پیغمبر اجرا شود. خدا گناههای ما را بر او نهاد. بعد عیسی با آوازی بلند فریاد کرد: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ عیسی چون دید که همه چیز انجام یافت، برای اجرایش نوشته گفت: تشنم. سربازان به او سرکا دادند و مسخره کرده می گفتند: اگر پادشاه یهودیان باشی خود را نجات ده. عیسی سرکا را چشیده گفت: اکنون اجرا شد. پدر، روح خود را به دستی تو می سپارم. سپس سرش را خم کرد و جان داد. چون مرد، آفتاب تیره گردید، زمین جنبید و پرده قفس معبد دو پاره شد. افسر رومی همه این را دیده گفت: براستی این آدم پسر خدا بود. بعد سربازان آمده زانوهای آن دو راهزن را که با او میخکوب شده بودند شکستند. اما چون دیدند که عیسی مرده است، زانوهای او را نشکستند. سرباز به قبرغه او نیزه زد و همان دم خون و آب جاری شد. چنین شد تا نوشته ها اجرا شوند. زیرا آمده است: هیچ یک استخوان او شکسته نخواهد شد. آنها به کسی که او را نیزه زده بودند خواهند نگریست. بعد دو ایماندار، یوسف و نیقودیموس، تن عیسی را گرفته به کفن پیچاندند و خوشبویی ها پاشیده در قبر گذاشتند و با طلب سرداران یهودی قبر را مهر زده نزدش پاسبان ماندند. اینک بعد 3 روز زمین سخت جنبید و فرشته خدا سنگ را از در قبر دور کرد. پاسبانان رومی باشند ترسیده گریختند. پیروان عیسی آمدند و سنگ را غلیده دیده حیران شدند. ناگاه 2 مرد ظاهر شده با آنها گفتند: چرا زنده را در بین مردگان جستجو میکنید؟ او اینجا نیست، او زنده شد. به یاد آورید او گفته بود که از جانب گناهکاران میخکوب می شود و در روز 3 زنده می شود. بعد به یادشان آمد. شام همان روز عیسی در بین آنها پیدا شده گفت: آسایشتگی بر شما باد. اما آنها ترسیده گمان کردند که روح می بینند. و او گفت: به دستها و پایهای من نگاه کنید، لمس کنید و بینید. روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که در من هست. این است آنچه که به شما می گفتم که هر آنچه در تورات موسی و در صحف انبیا و زبور درباره من است باید به عمل آید. و گفت: چنین نوشته شده است و می بایست مسیح عذاب کشد و روز 3 زنده شود و به اسم او میان همه خلقها توبه و آمرزش گناه ها موعظه کرده شود. و شما این را دیدید. عیسی مسیح به آدمان زیاد ظاهر شد و خود را زنده نشان داد که این اثبات احیای او بود. و به شاگردانش فرمود: در تمام عالم انجیل را موعظه کنید. بعد از گذشتن 40 روز عیسی شاگردان را جمع کرده به آنها گفت: چون روح مقدس بر شما فرود آید قوت خواهید یافت
و در اورشلیم و در تمام یهودا و سمریه و در تمام دنیا درباره من شهادت خواهد داد. آنها دیدند که او بالا برده شد و ابر او را پنهان کرد. و دو مردی سفید پوش پیدا شده گفتند: چرا سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی چطوری که او را سوی آسمان روانه دیدید همان طور خواهد برگشت. و پیروان عیسی موعظه کرده تعمید می دادند و به همه می گفتند که مسیح نجاتکار از مردگان زنده شد. آنها از نوشته ها نشان می دادند که با آدم گناه و مرگ آمد، لیکن با مسیح بخشش گناه ها و احیا. و روز بدنهای همه مردگانی که مسیح را خداوند و نجاتکار خود می دانستند زنده شده همراه ایمانداران زنده بر ابرها بالا برده می شوند تا در آسمان با خداوند واخورند. کلام خدا می گوید که آسمان گشاده شده، عیسی چون شاه پیروز داوری عادل به زمین خواهد برگشت. بر لباسش ثبت خواهد بود شاه شاهان و سروری سروران. و لشکرهای آسمان بر اسبهای سفید از پیش می آیند. و چنانه که زکریا گفت عیسی بر کوه زیتون خواهد ایستاد و آن تقسیم خواهد شد و بر تمام زمین حکم خواهد راند. اما بعد 1000 سال شیطان بار دیگر خلقها را فریب خواهد داد. لیک آتش خدا آمده پیروان شیطان را خواهد سوزاند. عاقبت ابلیس فریبگر در کولی آتش و کبریت انداخته شده شب و روز تا ابد عذاب خواهد کشید. سپس مردگان خرد و کلان در پیش تخت بزرگ سفید پیش خدا خواهند ایستاد و هر که در دفتر حیات ثبت نشده است در کولی آتش انداخته خواهد شد. و در آسمان و زمین نو خدا با خلق خود خواهد بود. او هر اشک را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و مرگ دیگر نخواهد بود و گریه و فغان و درد دیگر نخواهد بود، زیرا آنچه پیشتر بود گذشت. و آفتاب در کار نخواهد شد، زیرا جلال خدا و بره نور داده چراغ خواهد بود و آنها ابدی پادشاهی خواهند کرد. درخت حیات آنجا بوده لعنت از آدمان دور خواهد شد. عیسی می گوید بگذار تشنگان آیند و آب حیات را مفت گیرند. اینک من به زودی می آیم، خوشا کسی که به کلام من اطاعت می کند. هر که سخن مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات ابدی دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات گذشته است. این است داستان خدا. چنانه که از صحیفه های این کتاب شنیدید، خدای آفریدگار و حیات بخش به هر یکی ما غمخواری می کند. شما نیز می توانید او را و نقشه عالی درجه او را دانید. اما خدا پاک است و با او موافق شرطهایش نزدیک باید شد. او می خواهد در حیات ما خدای یگانه باشد. مثل آدم و حوا همه ما گناه کرده کوشش کردیم که حیات خود را به خدا گذرانیم. نوشتجات می گوید اگر ما همه شریعت را اجرا کرده یکی را شکنیم پیش خدا عیبدار می شویم. بنابراین شما با دینداری و کارهای ثواب هیچگاه در نزد خدا سفید شده نمی توانید. شما گمراه و از خدا دور هستید. اما خدا این را می داند و شما را چنان دوست می دارد که پسرش را داد تا برای گناه های شما بمیرد. نوشته شده است مزد گناه مرگ است، لیک عطای خدا حیات ابدی است به واسطه عیسی. نجات عطا است، آن را هیچ کس با کارهای خود دسترس کرده نمی تواند. در انجیل عیسی به نیقودیموس می گوید که برای حیات ابدی باید از نو زاده شود. شما نیز باید روحاً از نو تولد شوید.
از عیسی خواهش کنید که به حیات شما آمده گناههایتان را بخشد. اگر خواهید که فرزند خدا شوید و عیسی نجاتکارتان شود، این دعا را تکرار کنید. خدایا، من گناهکارم. شکرت میگویم که عیسی به جای من در صلیب مرد. اکنون میخواهم که عیسی خداوند و نجاتکار من باشد. ای خداوند، شکرت میگویم که دعای مرا شنیدی و به حیاتم وارد شدی. آمین. اگر آیید خدا بیشتر دانستنی باشد، باید 3 کار کنید. هر روز در دعا با خدا صحبت کنید. هر روز کتاب او را خوانید تا دانید که او به شما چی میگوید و به کلیسای دوستداران او و کلام او روید.